خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت تیومن روسیه روز 11 فوریه در یک گزارش ویدیویی از بازداشت یک جوان تاجیک با سندهای قلبکی خبر داد. بنابراین منبع کارمندان بخش تفتیش مهاجران پلیس ولایت تیومن یک شهروند خارجی را برای تفتیش سندهایش منع کردند. او به کارمندان پلیس شناسنامه و حجت رانندگی شهروند قرقیزستان را نشان داده است، ولی کارمندان پلیس به حقیقی بودن این سندها شبهه کرده آنها را برای تشخیص فرستادند. تشخیص نشان داده است که هم شناسنامه و هم حجت رانندگی قلبکی اند. در رفت بازپرسی جوان دستگیر شده اعتراف کرده است که در اصل زاده تاجیکستان است و سال 1999 به دنیا آمده است. او گفته است حجت‌های قرقیزی را که در آنها سن این جوان 8 سال بلندتر نشان داده شده است توسط یک سامانه اعلان‌ها در اینترنت با نرخ 5000 روبل خریده است. حالا به ضد وی بر اساس قسم سوم ماده 327 کودکس جنایتی روسیه با اتهام خریداری و استفاده سندهای قلبکی پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا جریمه و یا کارهای اصلاحی به مهلت 2 سال و از 3 تا 6 ماه حبس با اخراج من بعد از قلمرو روسیه تهدید میکند. پلیس تیومن گفت تفتیش باید همچنین معلوم کند که چرا این جوان زاده تاجیکستان میخواست از اسناد قلبکی استفاده کند. معمولا آدمان در صورت تحت جستجو و یا یگان تهدید دیگر قرار داشتنشان در پی به دست آوردن حجت‌های نو میشوند. مهاجران از آسیای مرکزی همچنین در صورت بروی خط سیاه افراد ممنوع الورود افتادن و از حق ورود به روسیه محروم شدنشان نام و نسب خود را دیگر کرده باز برای مردکاری به این کشور می روند. پلیس تیومن گفت جوان تاجیک را در حال حاضر در بازداشتگاه شهروندان خارجی که باید از روسیه اخراج شوند جای کردند.